آهای خبردار، بیا این قدر اون چیزایی رو که داریم بدونیم. من پدر هستم، یه پدر داره باهاتون حرف میزنه. انسانی که با موسیقی قد کشیده اصلا لطیفه، یه قلبی داره مثل پروانه، مثل یه کبوتر. وای وای وای، اگه لک کنن رو قوز بیفتن. مگه فردوسی این کار نکرد؟ مرم جان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاست مشکل نشید. تو مدیریت هنری یادتون باشه وزیر عوض میشه، رئیس عوض میشه. بتهوون مونده اسمش، ولی کی به یاد میاره که چه پادشاهی در اون زمان بر سرزمین او فرمان روایی میکرد؟ صدایی در آفرینش بالاتر از اون نیست، حقیقتا موسیقیه. کسی که موسیقی نمیفهمه به نظر من از آدمیت دوره. باید موسیقی رو فهمید. بیا تا قدر یکدیگر بدون. کوچه های شهر